عاقبت ایران می شود دنیا به کام اهل ایران ای نسیم، می نماید شادمانی هر مسلمان ای نسیم. آفتاب معرفت گردد درخشان ای نسیم، نورباران شود این شهر تهران ای نسیم. از فضای لامکان باد بهشتی می وزد، بلبل قدس الهی بر سر گل می خزد. دشمن اسلام از حسرت همی لب می گزد، پهن می گردد بساط عیش خوبان ای نسیم. از معارف دور می گردد ز سرها وسوسه، می شود ایجاد در هر کوچه‌ای یک مدرسه. کودکان مشغول تحصیل حساب و هندسه، نقشه جغرافیا در دست طفلان ای نسیم. مزرع بی آب دلها آبیاری می شود، با خنادق می کند ظالم فراری می شود. چشمه های علم در این خاک جاری می شود، مرد و زن لذت برند از علم و عرفان ای نسیم. مادران در تربیت مشهور دوران می شوند، دختران از معرفت شیرین تر از جان می شوند. کودکان در مدرسه با علم و عرفان می شوند، می شود هر کوچه‌ای پر حور و غلمان ای نسیم. بعد از این بیگانگان از امر حق گردند خویش، مؤمنین را هیچ مکروهی نمی آید به پیش. آب می نوشند در یک چشمه با هم گرگ و میش، می دهد روح القدس بر مرده ها جان ای نسیم. مرده ها از قبر برخیزند و با وجد و سرور، با کفن بیرون جهند از مقبره اهل قبور. یعنی امروز است بهر شیعیان یوم الظهور، روشنایی افته در سطح امکان ای نسیم. عقلها و روحها مغزها یکسان شوند، از ظهور علم مشکلها همه آسان شوند. وانگه این بیچاره حیوانها همه انسان شوند، این نفاق و اختلاف آید به پایان ای نسیم. می شود دیو جهالت کشته در گودالها، می دهند تغییر علم و عقل بر احوالها. خوار می گردند این بیکارها رمالها، ساحر و جنگیر هم گردند پنهان ای نسیم. خاک محنت خیز ایران تاج دنیا می شود، اندرو هر علم و صنعت مهیا می شود. عارفان را جای تفریح و تماشا می شود، متصل می گردد این قزوین به گیلان ای نسیم. راه آهن می کشند آخر قطار اندر قطار، آب شیرین می چشند این ساکنان شوره زار. پس دگر قحطی نمی بینند در این شهر و دیار، هر گدایی می خورد مرغ و فسنجان ای نسیم. در فرانسه جلوه گر گردد قدر رعنایی صلح، می شود دنیای کهنه بعد از این دنیای صلح. صیغه صالحت می خوانند در امضای صلح، آمریکا و انگلیس و روس و آلمان ای نسیم. شاعران ظاهر ز شهر دامغان خواهد شدن، گنجها پندار ز خاک طالقان خواهند شدن. مغزهای کهنه مشتی استخوان خواهد شدن، می شود دنیا به کام نوجوانان ای نسیم.